дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори даҳум. акаи Каримҷон ба хона даромад. бо мулло Турди الله منت من ظالمین. انا مزدی نغزی، مزدی همین قدر تشویش کشیده کلام کردن. خلاصی کلام، شما چی میخواهید؟ باز گپی مصاحبش را برید اکای کریم جان. شما خودتان ملا کریم اهل فهم، گپ از خودتان نمیماند. ما برای تربیه حلیمه بس زحمت کشیدیم، بس شد. اکای کریم جان باری سوم گپی مصاحبش را برید. من همش را فهمیدم. شما میخواهید که از من قلین گیرید، جیانتان را دوباره فروشید. یا توبه، به گپ همراه شد ینگه حلیمه. کی به شما قلین گفت؟ آخر ما 16 سال زحمت کشیده او را کلان کردیم، ما حق داریم. اکای کریم جان بسیار میخواست که به بونی گردنی چنین امک و چنین ینگه یکتایی زده از خانهش بیرون کند، اما بعد اندکی ملاحظه از این فکر برگشت. نمیخواست که در شب اول عروسیشان طبع آهو برهش که اکنون زنی شرعی او بود خیره شود. بنابراین باز راست به چشمان امک حلیمه نگاه کرده پرسید: خوش، شما چند پول میخواهید؟ 400. غرونگاه زد مصاحبش. اکای کریم جان از همیانش 4 سدی سبز را برآورده به بالای دسترخوان پرتافت. امک حلیمه سراسیمه‌وار آنها را چیده گرفته به بغلش زد. بعد زنش هم دستش را دراز کرد. به شما چی؟ پرسید اکای کریم جان. من مادرش، به من حق شیر. اکای کریم جان به پیش او 3 سیسومی سرخ پرتافت. زنک پولها را به شوهرش دراز کرده باز غرونگاه زد. از کرته های کلین یگانتا. اکای کریم جان زنش را جغ زد. حلیمه در نزد در حاضر شده با تبسم گفت: حاضر چای می جوشد. نه، چای لازم نه. اما که ینگت خستنی. از کرته های یگانتاش را برار. حلیمه زود مقصد شوهرش را فهمید.
یک کرته فرنگ یک آب گرفتگی و یک کرته نیمداشت چیت که آن را از خانه عمکش به خانه مرحوم شوهرش و از آنجا به خانه اکه کریم جان آورده بود برآورده و به پیش ینگش هوا داده باز به آشخانه برگشت. بعد از این هم خویشاوندان نوبرآمد اکه کریم جان از جایشان خیستنی نبودند. بنابراین وی با تمسخر گفت: خوش امکی محترم، الهی همه را به توی و تماشا رساند. آمین الله اکبر. و از جایش خیست. مهمانهایش هم با دلی ناخواهم از جایشان خیستند. اکه کریم جان آنها را تا دروازه گسیلانید. در آن شب حلیمه بار اول فهمید که برای چی زنها برای شوهرشان شده موکنی و روکنی می کنند. و اکه کریم جان باوری کامل حاصل نمود که آه و بره که در دل حلیمه را همین خیل می نامید، زندگی یک رنگ و یک نواخت مجردانه او را دلکش و زیبا و رنگین و مزین خواهد کرد. در این وقت کسی آهسته سرش را سیله کرد. حلیمه سرش را بالا کرده دید که ماشه خاله. هن دخترم، اینقدر فکر و خیال کرده موندی؟ و به جواب منتظر نشده از تگی دیگ یک چند نیمسوخته کلان را گرفته به کنار هوا داد و باز پرسید: به تو چی شد؟ یا وی بی‌تمیز تو را خفه کرد؟ ماشه خاله در اینجا با سرش به سوی کت که در بالای آن بزرگخان کج پهلو کشیده بود اشاره نمود. نه مادر، مرا هیچ کس خفه نکرده است، جواب داد با تبسم محزونانه حلیمه. فقط کریم جان به خاطرم رسید. ماشه خاله آش را دم کرد و باز سری دختر خاندش را سیله کرده گفت: خیر، به دیگ نگاه کن. باز به جای آش برنج بریان نشود. باز در نزد مهمان مرا شرمنده نکنی. من تو را پزنده و سازنده گفته خوب تعریف کردم. ماشه خاله باز نزد مهمانش روان شد. حلیمه باز به فکر فرو رفت. اکه کریم جان در روز دوم ازدواج زنش را همراهش به مغازین برد. حلیمه به روبوچین و دیگر کارهای میده چویده به شوهرش کمک می رساند و در خانه خردککی که در پس انبارخانه مغازین واقع بود برای چاشت خوراک می پخت. بعد وقتی که اکه کریم جان برای تفریح نیمه روزی در مغازین را می بست همراه خوراک می خوردند. بیگاهی ها اکه کریم جان به حلیمه چهار عمل و چودزنی را یاد می داد. به همین منوال نامعلوم زمستان و بهار هم گذشت. اکه کریم جان اتپوسکه گرفته همراه زنش برای استراحت به یلت رفت. حلیمه که بار اول از زرگر بیرون می برآمد، بار اول با پای سفر می کرد، از همه چیز به وجد می آمد. هم از شهرهای کلان سرادم، هم از اقتدار و سرعت پرواز، هم از دشتهای ناپیدا کنار. وی تا حالا گمان می کرد که تمام دنیا چون زادگاهش کوهسار است و در آن از زرگر شهری عظیمتری نیست. وقتی که اکه کریم جان مسکو را تماشا داد تماما محو و مات شد. وسعت و شهامت این شهر عظیم هیچ در تصورات او نمی گنجید و از تماشایش هیچ سیر نمی شد. باری از تریزه حجره آشانه دهم مهمانخانه مردم قدی راه را که چون دریا در جریان بودند تماشا کرده از شوهرش پرسید: کریم جان، در کوچه های این شهر اینقدر آدم بسیار، آنها بیگاهی ها چه خیل راه خانه اشان را می یافته باشند؟ کریم جان این سوال را شنیده خوب خندید. بعد فهمانده داد که هر یک کوچه و محله شهر از دیگر کوچه و محله هایش فرق دارد. بنابراین آنها را از یکدیگر فرق کردن خیلی آسان است. بغیر از این هر یک کوچه نام و هر یک خانه رقم دارد. به نظر من همه کوچه و خانه های مسکو یک خیله بر این می نماید. گپ شوهرش را برید حلیمه. برای آنکه تو باری اول این خیل شهری کلان را دیده ایستاده ای، دو سه شهری کلان را بینی فرق می کردگی می شوی. تأثیر بحر از همه زورتر بود. به حلیمه چنین می نمود که بحر مخلوق عظیمی متحرک است و چون دیگر مخلوقان نفس می کشد و نعره می زند. حلیمه از بحر مردنیوار می ترسید. اکه کریم جان برعکس بحر را خیلی دوست می داشت. ساعتهای دراز از درون آن نمی برآمد.
حلیمه با تشویق و ترغیب و اصرار و التماس شوهرش بار اول ترسیده به آبی بحر درآمد. بعد اکه کریم جان به او شناوری را یاد داد. اکنون هر دو چون دو ماهیچه شوخ پهلو به پهلو شنا می کردند و گاها وقتی که حلیمه سخت مانده می شد، اکه کریم جان او را به بالای شانه‌اش سوار کرده به ساحل می آورد. با تدریج مهری حلیمه نسبت به شوهرش ده چند افزود. اکنون به نظر او چنین می رسید که در تمام عالم تنها یک مرد هست و آن هم شوهر او، اکه کریم جان. باقی مانده ها نه زن و نه مرد، هم تو یک مخلوق میان علامت. انا تفریح و سیاحت آنها هم به آخر رسید. باز به زادگاهشان برگشتند. اکنون باز با کارهای روزمره دلگیر کننده مشغول شدن لازم می آمد. حلیمه با تدریج به کار مگزینچگی دل بست. اکنون وقتی که اکه کریم جان به کار به شعبه مطلوبات ریان یا جای دیگری می رفت، آزادانه کاری شوهرش را دوام می داد. تیر ماه آمد. اکه کریم جان او را به مکتب شبانه ماند. تو جوان، باید خوانی. بودو شد 3 صنف معلومات داری. این خیلی کم، حتی برای مگزینچگی هم. حلیمه در اول با شادی این تکلیف را قبول کرد، اما بعد از 1 ماه مکتب را ترک کرد. به وی خواندن معقول نشد. در درس ها ضیق می شد. علاوه بر این در هنگام تنفس ها جوان زنهایی که همراهش می خواندند با سوال های فچولچ خود دلش را غش می کناندند و جوان مردها با کوشش و تحریک های بیجای خود عصبی. خواندن به دلم زد، گفت حلیمه باره در سری خوراک شام به شوهرش. بعد به من خواندن چی لازم؟ 4 عمل را می دانم، چوت زده می توانم. برای مگزینچی شدن همین قدرش بس؟ من می خواستم که تو خوانده آدمی کلان شوی، گفت شوهرش بعد از خاموشی طولانی. به زن آدمی کلان شدن چی لازم؟ پرسید بداهتا حلیمه. اکه کریم جان خیلی وقت برای زنش با تبسمی ترحم آمیز نگریسته، بعد به سوالش با سوال جواب داد. مگر زن آدم نیست؟ اگر خواهید همراهتان کار میکنم، گفت ابروانش را چین کرده حلیمه. اگر نخواهید به یگان مگزین دیگر به کار می درایم. روز دیگر اکه کریم جان حجتهای حلیمه را به شعبه مطلوبات ریان برد و او را چون یاردمچی فروشنده رسما به کار قبول کنانید. اکنون حلیمه مستقلانه کار مگزین را پیش می برد. اکه کریم جان در یک گوشه مگزین نشسته کاری او را نظاره می نمود. اکه کریم جان هر سال 1 بار همراه زنش به سیاحت و استراحت می برآمد. به همین منوال حلیمه در 4 سال عائله‌داریش قریب همه شهرهای کلان قسم اروپایی اتفاق سوویتی و یک قسم شهرهای قریم و کوکز را سیاحت کرد. به قول خودش عالم و آدم را دید و روحاً و جسماً تغییر یافت. در سال اول خانه‌داریشان قدش به زور به کتف شوهرش می رسید. حالا هم قد و هم دوش بودند. وی برای همه این از اکه کریم جان به اندازه منتدار بود و زندگی را از این شیرین و گواراتر تصور کرده نمی توانست. با وجود این گاه یک گوشه دلش سیاه می شد. آنها 5مین سال در یک بالیش سر می نهادند، اما تا حال فرزندی نداشتند. وقتی که از سیاحت آخرینشان بر می گشتند، حلیمه از این مطلب شکایت کرد. غم نخور، تو جوان، حالا می شود، گفت اکه کریم جان بی پروا و بعد چشمان محزون زنش را دیده برای تسکین دلش غرنگا زد. حاضر به ما بچه چی لازم؟ کمتر تماشا کنیم، حضور و حلاوت کنیم. بعد ناگه حلیمه فیق کنان گریه کردن گرفت و بعد اشکان چشمانش را با یک گوشه رویمالش پاک کرده با خشم خطاب نمود. به من نه سیاحت لازم نه حضور و حلاوت، میفهمی؟ نه سیاحت نه حضور و حلاوت. من مادر شدن میخواهم، من بچه دار شدن میخواهم. اکه کریم جان از این تشدد و قهر و غضب زنش سخت حیران شد. مگر به بچه دار نشدنت من عیب دار؟ پرسید او. نه، شما عیب دار نه، از جهلش فرامده غرنگا زد حلیمه. خودی من عیب دار. 3 ماه نگذشته شوهر کردم. انا
ارواح شوهر رحمتی هم زد و باز هنگاززنان گریه کردن گرفت. کیف اکه کریم جان تماما پرید. نه از سخنان زنش و نه از گریهش، بلکه از رایگان رفتن مهنتش. وی در 4 سال خانه‌داریشان با زنش 2 بار در حجم مکتب میانه پروگرام تاریخ و جغرافی را که خود را در این فنها بلد و ممتاز می شمرد تکرار کرد و زنش را با اساسهای فلسفه و اتئیسم علمی شناس نمود. وی گمان می کرد که به همین طریق زنش را از قید و بند خرافات آزاد کرد و نه، معلوم شد که تمام مهنتش بر هدر رفته است. من به تو 1000 بار یاد دادم که نه ارواح هست، نه جن و نه بلای دیگر. ابروانش را چین کرده غرنگا زد اکه کریم جان. همه چیز به خودمان، به ارگانیسم خودمان وابسته است. همین که به دوشنبه رسیدیم، من تو را به نزد یک دکتر شناس میبرم و این خیل چیزها را زود و به آسانی معین میکند. دکتر زن بعد از معاینه برای چی باشد یک آه کشید و با تبسمی غمخوارانه گفت: جانی من، غم مخور. ارگانیسم تو هنوز در نشأ و نماست و قریبی می شود، حتما می شود. و از چشمان حلیمه علامت شک و شبهه را مشاهده کرده تاکید نمود: من 15 سال باز با این کار مشغول. مادامی که می شود گفتم می شود. انا می بینی بعد 2-3 ماه می شود. اما این آرزوی حلیمه جامعه عمل نپوشید. خیلی که می گویند اجل مارباز مار است و اجل آبباز آب، اکه کریم جان که ساعتهای دراز در بحر شنا کرده می توانست بعد 1 ماه از آخرین سیاحت برگشتن در دریاچه خرد کوهی غرق شد. و حلیمه چنین می نمود که دیوانه خواهد شد. موی روی خود را می کند، کله‌اش را به دیوارها می زد، خاک کوچه ها را به سر می ریخت. خیریت که پدر و مادر و دیگر خویشاوندان اکه کریم جان آدمان درست بودند. قطع نظر از مصیبتی به سرشان آمدگی او را به قدر حال دلداری می کردند، تسلا می دادند. پدرشویش تا گذشتن 40 او را در چارباغ در خانه خودش نگه داشت. در روز دیگری 40 در سر چای نوشی آهی پردرد کشیده گفت: هر باره که کریم جان برای خبرگیری ما می آمد، از پگاه تا بگاه تعریف تو از دهانش کنده نمی شد. بیچاره پسرم از زن یکمش درست بهره نبرداشته بود. رحمتی کلینم بعدی پسری دومش به کدام یک کسلی ناهنجار گرفتار شد. 12 سال کسلی برجا مانده بود. 12 سال. بیچاره کریم جان 12 سال خودش با او پرستاری میکرد. بنابراین من و کمپیر بسیار خرسند بودیم که عمر او با تو به خوشی میگذرد. اما افسوس که عمرش بی‌وفایی کرد. این خیل جوان مرگ شد. موی سفید اشکان چشمانش را پاک کرده بعد از خاموشی طولانی زم نمود: چی علاج؟ تقدیر همین بوده است. حلیمه این گپ‌ها را شنیده باز هنگاززنان گریه کردن گرفت. مادر اکه کریم جان از گردن عروسش گرفتن نیز خوب گریه کرد. وقتی که زنها از گریه دل خود را خیلی خالی کردند، موی سفید باز به سخن آغاز نمود: من و کمپیر تا زنده هستیم به خاطر پسرمان به تو پدری و مادری میکنیم. خانه ما خانه توست. یک دخترمان بر این زندگی کرده گشتن گیر. موی سفید ساکت شد. مضمون اشک گلوگیرش کرد. بعد از توقف طولانی باز به سخن شروع نمود: لیکن به فکرم به خانه خودت، به زرگر برگردی بهتر. تو حالا جوان. انا خوش به حرمت خاطر کریم جان تا آش سال نگاه کرده استی بس. بعد اختیارت. حلیمه باز اینان گریه را سر داد. وقتی که خوب گریه کرده دلش را سبک کنانید، موی سفید و کمپیرش او را تا ایستگاه گسیل نموده به اتوبوس زرگر سوار کردند. آدمگری خویشاوندان شوهرش حلیمه را سخت مؤثر کرد. راستی گپ در اولها گمان میکرد که پدر و مادر اکه کریم جان هم چون پدر و مادر شوهر یکمش رفتار خواهند کرد. آخر وی زنی قانونی اکه کریم جان نبود.
آنها از قید زکس نگذشته بودند. بنابراین تهلکه‌اش جان داشت. حلیمه به زرگر برگشت. حولی خانه‌اش را از نظر گذراند. همه چیز در جایش بود. با وجود این چنین می نمود که چیزی نمی رسد. اما چی؟ حلیمه هیچ این را به خاطر آورده نمی توانست. شب شد. حلیمه که از شدت غم و غصه و کوفت راه سخت مانده شده بود، چیزهایش را نکشیده خود را به بالای کت پرتافت. همین که غنبش برد، صدای اکه کریم جان به گوشش رسید. حلیمه، او حلیمه، کنی تو؟ حلیمه جسته از جایش خیست و با دست لرزان چراغ را درگیرانده خانه و روی حولی را از نظر گذراند. جاندار نمی نمود. باز سرش را به بالین ماند. باز همان احوال تکرار شد. بعد همه چراغ‌های خانه را درگیراند و تا سحری گریه کرده برآمد. هنوز چشم روز نکفیده به حولی همسایه، حولی محمدقلی برلاس که در آن مشخاله اجاره نشین بود دوید. مشخاله زود پیشنهاد او را قبول کرد. انا 3 سال باز آنها چون مادر و دختر در یک حولی زندگی می کنند. انا از روز مرگ اکه کریم جان 1 سال گذشت. پدر و مادرش حلیمه را به چارباغ به آش سال دعوت کردند. حلیمه در روز سوم آش آهسته به گوش مادرشویش گفت که حالا هم همه چیز اکه کریم جان محفوظ است. اگر آنها را می گرفتید به یگان دردتان دوا می شد. کمپیر این مطلب را به شوهرش عرض نمود. موی سفید ابروانش را چین کرده به حلیمه یک تیغ کشیده نگاه کرد و بعد دست افشانده گفت: به ما هیچ چیز در کار نه. اگر به تو در کار نباشد برآورده به یگان گدا یا آدمی کم بغلته. و زود از نزد آنها دور شد. انا بنابراین هم حلیمه حالا هم رابطه خود را از پدر و مادر اکه کریم جان نمی کند. هر ماه به آنها کمتر چای و قند، یک لباسواری و یا یگان چیزی دیگر می فرستد. آنها هم اگر با یگان کار با مرکز ریان می آمدند حتما او را خبر می گرفتند. موی سفید و کمپیرش هر بار تشویق می کردند که هر چی زودتر شوهر کند و عمر جوانش را ضایع نسازد. به شوهر گشتنی جوان زن گناه است، می گفت هر بار مادر شویش. این هم به نزد خود خداوند خالق و هم به نزد مخلوقانش خوب نیست. همین قدر خاطره کریم جان را پاس داشتی بس. ما از تو از زمین تا آسمان منت دار. اکنون شو کن. حلیمه هر بار با تبسم خجالتمندانه جواب می داد: 2 بار شوهر کردم بس. این گپش چندان درست نبود. دل او شوهر می خواست، اما با او شوهری مناسب و موافق یافتن خیلی دشوار بود. در زرگر به توسط ملا تردقل و زنش آوازه پهن شد که گویا حلیمه در یک جایش خال داشته است، بنابراین هر مردی که با او قرابت می کند حتما دچار مرگ می گردد. این آوازه به گوش حلیمه هم رسید. با وجود تعلیم اکه کریم جان وی حالا هم خرافات پرست بود. باز گپی ملا تردقل راست نباشد. پس برای چی هر 2 شوهر او این خیل جوان مرگ شدند؟ بغیر از این موافق رسم و تعامل دیهات، حلیمه بر این جوان زن تنها به مرد سال خورده زن مرده که علاوه بر این بچه کچه بسیاری دارد امید بسته می توانست. در حقیقت هم در 3 سال بیوگیش تنها یک مردی که سینش از 50 گذشته بود و در کلخاز ضربدار پادبانی می کرد خواستگاری آمد. خواستگارهای او عمک و ینگه‌اش بودند. وقتی که حلیمه تگی گپی آنها را فهمید گمان کرد که دیوانه خواهد شد. ها؟ نخواد من همین قدر پسمانده شده باشم؟ گفت او در اول با آه جانکاهه. نخواد من همین قدر بیقدر شده باشم؟ علاوه نمود او و ناگه جسته از جایش خیست و هر چیزی را که به دستش می آمد گرفته به سر ینگه و عمکش زدن گرفت. اگر مشخاله نمی بود حتما آنها را زده معیوب می کرد. راستی گپ عمک و ینگه‌اش در این بابت گناه و تقصیری نداشتند. به طور خود به حلیمه نغزی کردنی بودند و باور داشتند که او از این کارشان خیلی خوشنود و منتدار خواهد شد. انا پاداش نغزی آنها نمی دانستند که حالا حلیمه پارینه نیست.
آنها نمی‌دانستند که حلیمه خیلی نازک و مشکل پسند شده است و گرچند از دو شوهر مانده است، با او نه تنها مرد سال خورده سیر بچه و کچه، بلکه هر گونه جوان مرد مجرد هم معقول شده نمیتواند. وی میخواست که خریدارش حتما اکه کریم جان برین آدم مدنی، راست قول، آلفته، خوش معامله و خوش لهجه باشد. به حلیمه در تمام رایان زرگر تنها 3 مرد معقول بود: میرگن، کمال خان و بزرگ خان. 2 نفر اول زن و بچه دار بودند. حلیمه بر بالای ویرانه بخت کسی قصر اشرت ساختن را برای خود حرام می شمرد. نفر سومش بزرگ خان و جز سابق نامزدش دختری چاریبای کسی دیگری را نمیدید. انا امروز با پای خودش آمد. پس با وی چه معامله کند؟ با شادی و ممنونی یا با خونسردی و بی‌پروایی؟ حلیمه از قید فکر و خیالها آزاد شده آش کشیده به نزد مهمان آورد و برای آوردن تختچه و کارد باز به نزد آتشدان روان شد. بزرگ خان به طبق آش نگاه کرده گفت: آش خیلی با مزه برین، من رفتنیم بیارم. در جایت خب بکشین، گفت ماشه خاله ابروانش را چین کرده. در این حولی 2 بیوه زندگی کنند همه چیز یافت می شود. و از جایش خسته به سوی خانه روان شد و بعد چند ثانیه 2 شیشه در دست برگشت. حلیمه 1 طبق پمیدار و بادرینگ و تختچه و کارد آورد. ماشه خاله به 1 قدح کلان و 1 قدح خردکک عرق ریخت و بعد دهان شیشه دیگر را کشاده قدحچه خردککی را از شراب انگوری پر کرده به نزد حلیمه ماند. چی؟ کاسه این کس جدا؟ پرسید بزرگ خان به سرش به سوی حلیمه اشاره کرده از ماشه خاله. بله، کاسه این کس جدا، جواب داد ماشه خاله. همین هم به حرمت شما، نباشد این کس به دهان نمیگیرند. خیر، به سلامتی صاحب خانه، گفت قدح خود را برداشته بزرگ خان. به سلامتی بانوی من، دختر جانی من حلیمه، زم نمود ماشه خاله. حلیمه با تبسم خجالتمندانه قدحش را با قدح آنها جنگ انداخت. ماشه خاله متصل قدح بزرگ خان را پر کرده می ایستاد. هنوز آش نیست نشده بزرگ خان مست شد. وی خوابش را به حلیمه نقل کرده خلاصه نمود: به فکرم حلیمه خان این خواست خداست. انا ماشه خاله هم میگویند که ما جفتی خیلی خوب خواهیم شد. حلیمه خجالتمندانه سر به زیر افکنده غرونگاز زد: من شما را جوانی به تمکین و خوشاداب گویم، شما هم مسخره باز بودید. و چای را بهانه کرده باز به نزد آتشدان رفت. ماشه خاله با تنفر به بزرگ خان نظر افکند: نگفتم بیمزگی نکن. به خدا که ماشه خاله گپم راست. از این آهنگ سخنرانی مصاحبش خجالت کشیده غرونگاز زد بزرگ خان: من از صدق دل. اگر این گپت از صدق دل باشد با عمل اثبات کن. چخیل باز شوریده رفت ماشه خاله. چخیل میشد؟ نخواد همین را هم ندانی؟ نه، نمیدانم، خجالتمندانه جواب داد بزرگ خان. به نکاحت درار. ماشه خاله از جایش خست و به سوی آتشدان روان شد. حلیمه در نزد آتشدان نشسته به فکر فرو رفت. چرا نگوید؟ اگر از اکه کریم جان یگان نشانه، یگان فرزنده می شد گپی دیگر بود. تمام عمرش را به فرزندش خرج می کرد، اما خدا نداد. به جوانزن یکه و تنها زندگی کردن دشوار. هر کس و ناکس تحقیر می کند. هر کس هر گپی فچ و لج می گوید. از همه اساسیش جوانی به تدریج می گذرد. در پیش پیری و ناتوانی، بیکسی. باز دست ماشه خاله سرش را سیله کرد. چی؟ از وی گوساله خفه شدی؟ نه مادر، سرش را بالا کرده با تبسم جواب داد حلیمه. مگر آدم از گوساله خفه می شود؟ ماشه خاله آهسته به تخت پشتش 1 تا زد. نباشد رو گوسالت را رام کن. وی خودش را می شدگی برین. وقتی که حلیمه چاینک در دست به کد نزدیک شد، بزرگ خان جسته از جایش خست.
به خدا حلیمه خان از من خفه نشوید. به خدا که همه گپ من صمیمی و از تحت دل بود. خفه شدن یا نشدن من چه اهمیت دارد؟ جواب داد حلیمه با چشمان سیاه براق به مصاحبش نظر افکنده. کوشش کنید که دختری چاری بای خفه نشود. این سخنان کیف بزرگخان را پراندند. چه خیل من به شما اثبات کنم؟ اگر خواهید حاضر رفتم ملا تردقل را آورده به نکاح هم می درارم، فریاد زد او. ناگه آواز اکه کریم جان بر علا به گوش حلیمه رسید. جانی من، اگر خدا نکند و ما روز جدا شویم، این دفعه هوشیار باش. تا با ناکسی پست فطرت به یک بالین سرماندن، تمام عمر یکه و تنها زندگی کردن بهتر است. ناگه حلیمه جسته از جایش خست و دویده به خانه در آمد و خود را به بالای کت هوا داده هنگاز زنان گریه کردن گرفت. وی سرش را به بالین کوفته فکران به اکه کریم جان مراجعت نموده تکرار می کرد. ها، می دانم که بدمست است، می دانم که هرزگرد است، می دانم که 3 سال باز از دمی یک زنی شوی و بچه دار دویده می گردد، اما چیکار کنم؟ چیکار؟ تنهایی به دلم زد، به دلم زد. بزرگخان که از تیرزه کشاده گریه حلیمه را می شنید سخت حیران و مشوش بود. آخر وی چی کرد؟ چی گفت؟ این جوان زن عجب آدمی است. گاه خنده، گاه گریه. نه سببی خندیدنش را فهمیدن ممکن، نه سببی گریهش را. مشخاله که کیها باز به این جوان جذبمند بودن دخترش را نغز می دانست و خودش هم با تیز تیز دیدن وسیوک که بزرگخان را در دل همین خیل می ناوید میل داشت، دغلانه غرنگا زد. با گریه وی کارت نباشد. اگر جذبمند باشی، فردا بگاهی ملا تردقل و همسایه امان حسن بای را با زنهایشان به خواستگاری فرستان. آن طرفش کاری من. بزرگخان که حالا از تکلیف خود پشیمان بود، ناعلاج به خبر کردن آدمان نامبر شده روان گردید. بزرگخان قریبی های چاشت از خواب بیدار شده خانه را از نظر گذراند. کسی نبود. بعد در بالای کتی ملایم و بستری تازه خواب کردن خود را احساس نموده، خواستگاری و کارهای دیشبه را به خاطر آورده ممنونانه تبسم کرد. جسته از جایش برخاست و به نزد آینه شفنیر آمده با حلاوت خمیازه کشید و بعد پیکری خود را از نظر گذراند. بله، پیکری متناسب و صورت زیبا دارد. لباسش را پوشید. کرته و شمش نغز و تو خوردگی بودند. از این خیلی خرسند شد. بله، وی به کسی لازم است. کسی در حق وی غمخواری می کند. بر روی حولی برآمد. مشخاله که در بالای کت می نشست به استقبالش از جای برخاست. مه، این دستمال را گیر و دست رویت را شوی، گفت او با تبسم مهربانانه. تا دست روی شستنت من یگان خوراک تیار می کنم. بعد بعضی رسم و رسوم تاجیکی را به خاطر آورده با تبسم باز هم فراختر زم نمود. در واقع اگر غسل کردن خواهی هو انا دوش. و به سوی خانچه چوبینی که در قریبی آشخانه تابستانی واقع بود و در بالایش باچکه 200 لیتری آهنی می ایستاد اشاره کرد. آب دوش از آفتاب دیروز خیلی گرم شده بوده است. بزرگخان با فراغت خوب آب بازی کرد و باز به نزد کت برگشت. در بالای دسترخوان یک طبقچه تخم بیریان، در یک طبقچه مسکه تازه و در نیم کاسه مربای سبزیگی می ایستاد. گیر، ناشتا کن، گفت مشخاله چاینکی چای را به بالای دسترخوان مانده. من امروز از کار فارغ هستم. تا آمدن حلیمه به تو نگهبانی کرده می ایستم. کیف کو؟ غرنگا زد بزرگخان پلاس های افلاس و چاینک و پیاله های چرکین چایخانه ها را به خاطر آورده. اگر عقلت را به جایش مانی و بیمزگی نکنی، یک عمر کاردت بالای روغن خواهد شد، گفت مشخاله در جواب این شادی ساده لوحانه بزرگخان و بعد به وصف صفات دخترخواندش شروع نمود. بزرگخان 2 نان گرم را با تخم بیریان، مسکه و مربا خورد. یک چاینک کلان چای را نوشیده تمام کرد، اما مصاحبش هنوز هم اوصاف دخترخواندش را ادامه میداد.
از سخنان او چنین برمی آمد که در این گرد و اطراف کسی در حسن و لطافت، عقل و فراست و پزندگی و سازندگی با دخترخواندش برابر شده نمی تواند. بنابراین با دخترخواند او همسر شدن برای هر گونه مرد شرف و اقبال بزرگ است. در این وقت بزرگ خان از دل گذران که وی پسر ایشان جمال خان از فرط بیعقلی و هوا و هوس به زنی که از دو شوهر مانده است خانه‌دار شد و شب خجلت نشینی را در بالای کت و بستری که از آن هنوز بوی مرد دیگر می آید گذراند. بغیر از این هنوز از ایام حضرت آدم و ماما حوا داماد عروس را به خانه خود می آرد، اما او به خانه عروسش کوچیده آمد که این هیچ باعث شرف و افتخار شده نمی تواند. این محاکمه و ملاحظه کیفش را پراند. بنابراین از کیسه‌اش قطعه پاپیروس را برآورده، یک دانه‌اش را به دهانش ماند و دیگرش را به مشخاله دراز کرده گپش را دغلانه برید. من مشخاله که بودن حلیمه را از شما بهتر می دانم. بیایید این خیل گپ ها را مانید، فایده ای ندارد. بهترش انه این پاپیروس را گیرید و دود کنید. دودی تماکو هم نشعه دارد. مشخاله از این بی‌تکلفی بزرگخان محو و مات شد. نمی دانست که به این داماد ناشد چی گوید. اگر یگان گپی گنده گوید نقض نمی شود، به هر حال شوهری دخترخواندش. اگر حرفی نگفته این دغلی دامادش را صرف نظر کند این هم نقض نه. پس چی باید کرد؟ در این وقت خودی باعث این دلخنکی حلیمه دروازه را کشاده وارد حولی شد. مشخاله در برابر دیدن دخترخواندش جسته از جایش خیست. وی از قیافه و سر و لباس دخترخواندش سخت حیران شد. حلیمه در تن یکته سفید چرکین، در سر رویمالچه صوف و در پای کفش سری پایی داشت. خلصی کلام در لباس مگزین، در لباس کاری بود. مشخاله در ظرف 3 سال همخانگی یگان بار ندیده بود که دخترخواندش با این گونه لباس به کوچه و بین مردم برآمده باشد. انا حالا با این لباس دویده به خانه به نزد شوهرش آمده است. علاوه بر این از دو چشمان کلان کلانی سیاهش اشک می تراوید. نخواد یگان ناخلف دخترخواندش را رنجانده باشد. اگر این خیل باشد روزی آن شخص سیاه خواهد شد. نه رویش می ماند و نه مویش. او را ماریا اندریونا صدیق می گویند و او از تخمه کزکان دان است. چه خیل آدم بودن کزکان دان به همه عیان است. ها؟ به تو چی شد؟ پرسید مشخاله ابروانش را گره کرده. که تو را رنجاند؟ عدالت بیبی. عدالت بیبی گفت دخترخواندش فق کنان گریه کرده و خود را با آغوش او زده. مشخاله از حکایت‌های دخترخواندش می دانست که در وقت زنده بودن کریم جان این دو عائله روابط دوستی داشتند و تیز تیز به خانه یکدیگر رو و آ می کردند. بعد از مرگ کریم جان هم عدالت بیبی تیز تیز به این حولی آمده می رفت و صفت او هیچ از دهان دخترخواندش کنده نمی شد. خودی مشخاله هم که در خانه دخترخواندش بارها با عدالت بیبی هم صحبت شده بود به عقل و فراست او باوری کامل داشت. نخواد عدالت بیبی همان عدالت بیبیه که اوصاف خلق و اطوار محسنش ورد زبان هاست دخترخواند او را رنجانده باشد. مشخاله سری دخترخواندش را سیله کرد و بعد او را از آغوشش کنده و اندکی از خود دور کرده با آهنگ آمیرانه پرسید. عدالت بیبی به تو چی گفت؟ چی کار کرد؟ عدالت بیبی با گیو و عالیه هلاک شدند. کی؟ چه خیل؟ پرسید بزرگخان جسته از جایش خسته. ناگه در پیش نظرش پسر بچه 11-12 ساله از گریه چشمانش ورم کردگی و از کوفت راه پایهایش آبیله کردگی نمایان شد. جوانزن به نزد پسر بچه می آید، سر و رویش را با آب خنک می شوید، به پایش مرهمی سفید چسبک می مالد و به بالای دستش برداشته برده به بالای کت می خواباند و سرش را سیله کرده با مهربانی می گوید خواب کن، خواب کن بی عقلک من، خواب کن. نخواد آدم از مادری خودش خفه شود، نخواد آدم از مادری خودش گریزد.
تو حالا کودک هستی، بسیار چیزها را نمیفهمی. خیر، خواب کن، خواب. ناگه آواز جوانزن قطع می گردد. به جای آن آواز جرنگاسی پسر بچه 14-15 ساله و دخترچه 11-12 ساله که این سخنها را چون سرود زمزمه می کنند بلند می شوند. امک جانم آمدند، امک جان بزرگ خانم آمدند، امک جان بزرگ خانم آمدند. دیروز بیگاهی در وقتی از کاشانه برگشتن در خمگشت تگاب ماشین پترا چپه شده است، گفت حلیمه با دامن یکته اشکهایش را پاک کرده. بزرگخان پای بیجورابش را به تفلی تکاند و به سوی دروازه دوید. حلیمه هم میخواست که به شوهرش پیروی کند، اما مشه خاله از دستش داشت. با این لباس به کجا می روی؟ به خانه در آو لباست را عوض کن، بعد هم راه می رویم. وقتی که حلیمه و مشه خاله به خانه کارمندان MTS رسیدند، حولی آن که قریب نیم گکتر مساحت داشت از آدم پر بود. از خانه میرگن گریه و فغان زنها به فلک می پیچید. حلیمه خواست که به خانه در آمده عدالت بیبی و بچه هایش را باری آخر ببیند، اما در پیش در کسی او را دغلانه به کنار تله داد. در این وقت یک گروه مردان 3 تابوت را برداشته از خانه برآوردند. حلیمه در نزد در تا گذشتن تابوت ها نگاه کرده ایستاد. تابوت یکم را از دستک پیشش میرگن و پسرش و از دستک قفایش سلیم صیاد و دادر عدالت بیبی رضوان برداشته برآوردند. بزرگخان از دست حلیمه کشاله کرده از پس جنازه برد. جنازه از تنگکوچه بیناکاران برآمده به خیابان مرکزی راست شد. پیشاپیش جنازه دسته نوازندگان قصر مدنیت ریان قدم می زدند. آنها آهنگ مناجات را می نواختند. 2 حافظ با آواز شیردار جور می شدند. از پس آنها میرگن و خویشاوندانش، بعد کلانشوندگان ریان، کاشانگی ها و از پس آنها زرگری ها قطار شده بودند. آهنگ محزون مناجات و خوانش سوزناک حافظان دلها را از غم و اندوه مبهم لبریز می ساخت و کس را مجبور می کرد که سر به پایان افکنده درباره بی‌وفایی این دنیای دون فکر کند. وقتی که جنازه به فراز محله 10 بیت برآمد، حلیمه به اختیار به قفا نظر افکند. تشییع جنازه قریب 2 کیلومتر طول می کشید. در حقیقت کوچه های زرگر این خیل جنازه سیر آدم را ندیده بود. آدم مرد، انا همین خیل مرد. به زیر پایش چشم دوخته پیچی را زد حلیمه. چه خیل؟ مطلبی او را نفهمیده پرسید همسرش. اینقدر آدم، اینقدر عزت و احترام. با سرش به قفا به تشییع جنازه اشاره کرده گفت حلیمه: اگر می دانستم که مرا با چنین عزت و احترام گور می کنند، خودی حاضر به مردن راضی می شدم. بزرگخان گونه های گلگون و لب و دهان دلکش زنش را خیلی مشاهده کرده با لبخند گفت: خانم جان، دانسته باشید عزت و احترام در زندگی لازم. بعد از مردن من خواه آفتاب برآید و خواه نه. نه جانم. سخنی او را برید مشه خاله که به مباحثه آنها با دقت گوش می کرد. عزت و احترام از زنده دیده به مرده بیشتر لازم است. بزرگخان کتفانش را در هم کشید. اختیارتان. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نوراللهی عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار 10